خوش اومدید به این ویدیو. امروز قراره یه سری از لایفکایی که توی تیک تاک و اینستا ترند شده رو تست بکنیم، ببینیم آیا واقعی اینا یا کیکه. برو بریم. اولین چیزی که قراره تست بکنیم اینه وقتی نوشابه رو شما تکونش میدی و خار مادر گازش آره، بچه تهران دریل پاپان فارسی تو مارکت انگلیس ژاپن، درشو باز کنی بعد گاز بزنه بالا دیگه. ولی ترفندش چیه؟ شما 3 تا ضربه محکم. دستم درد گرفت حاجی. به این میزنی الان این نباید گازش بزنه بیرون. از دور دنیا صدمه این دل در. خب فهمیدیم که چالش اول، ولی خدایی کم زده، قبول داری؟ یعنی اگه 4 تا میزدم احتمال داشت نزنه بیرون. کاش که 4 تا میزدم، ولی خب اشکالی نداره. چالش اول شکست خورد. ترفند بعدی درست کردن شارژر با سیب زمینیه. نمیدونم فکر میکنید میشه یا نمیشه، ولی واسه این کار شما باید 2 تا سکه رو بکنی تو این سیب زمینی ها. خب 2 تا سکه 500 تومانی زمان خمینی. خب یه دونم میکنیم اینجا. یه سیب زمینی دیگه هم باید به همون زیبایی ما اینجا سوراخ بکنیم که بکنیم تو چی؟ توی اون ور سکه. این باعث میشه یه دونه انرژی الکتریکی درست بشه که اصلا نمیدونم چجوری این اتفاق میفته. آخه سیب زمینی کجاش به الکتریک میخوره؟ شما اینجا رو بگیر، اینو. خب کارو داری؟ به 2 تا سکه ما کردیم الان تو سیب زمینی. حالا یوتیوب دیس ایز جوک. حالا اینجا رو ما باید برای شارژرمون خالی کنیم. امیدوارم شارژر خراب نشه بعد این ویدیو. این الان آداپتور ماه مثلا، به همین سیسش نگاه نکنید، این الان آداپتوره. این ته شارژر رو شما میذاری تو سیب زمینی. خب این از این آداپتور رو الان ما زدیم تو این گوشی رو. شما بگید ببینیم شارژ میکنه یا نه. خب مثل این که چک دیگه کنیم، مثل این که اینم جواب نداد. کیک بود. بریم آزمایش بعدی. مطمئنم بعدی دیگه جواب میده. اصلا نشده. بریم لایفک بعدی. یه دونه بادکنکه. اینو تو حالت عادی وقتی ما یه فندک بهش بزنیم باید سوراخ شه دیگه، درسته؟ اما یه ترفندی هست که وقتی ما تو این آب بریزیم و فندک بگیریم سوراخ نمیشه. بریم این آب بکنیم ببینیم میشه یا نمیشه. دردسرهای ویدیو پارت 2. سفر یه قصه. قبل از اینکه بریم تستش کنیم یه صدا بیام به عشق بچه‌ها. اوکی. بریم تست کنیم ببینیم میشه یا نمیشه. این از فندک. یه دقیقه جلو فندک شما داشته باش. اصلا معلوم نیست شعلش، ولی خب ما اینجا داریم میبینیم دیگه. قضاوت باشه با خدا. نه نوع موندن است نه پای رفتن، نه چیزی دیگه میده به ایمان قبلا. آقا این باد داره این وری میزنه. حاجی بابک رو روشن ها. وای دراماتی. حاجی این اصلا انتظار نشم بهتره که، ولی خب این آزمایش هم جواب نداد. بعدی و دیگه به شرافت هم قسم قول میدم جواب بده. بیا بریم. داری برام مسخره میگی. لایفک بعدی اینه که شما وقتی یک ظرف آب داری درت، مثلا چی میشه تو طبیعت داری میری یه رفیق بیشور داری در رو اینجوری شوخی میکنه میندازه تو جوب. خب شما این الان دیگه میخواید چیکار کنی؟ این الان دیگه یا باید بریزی بره یا خودش میریزه میره. اما اینجا یه دونه میخوام بهتون ترفند یاد برم. میخوام بهتون زمین رو از فساد پر خواهیم کرد. از علمم بهتون بگم. یه دستمال کاغذی و آجی البته یه دقیقه در هم که دارید ویدیو رو میبینید این باید کاملا لب به لب پر باشه. بگیری چی بگم؟ ما الان یکم لب به لب ترش کردیم، شما کارو بگید یکم بیشترش کردیم، ولی بریم تست کنیم. شما یه دستمال کاغذی میذاری روی این. خب اینو یکم خیسش میکنی ابتدا. خب حله
حالا اگه اینو برگردونی این طبق چیزی که من دیده بودم این نباید بریزه. بریم میریزه یا نه. کارو بگیرید. خب حاجی وایسا من حس کنم این نباید چند لایه باشه. بریم یه دونه لایه بکشیم ببینیم کار میکنه یا نه. یه لایه آوردیم ما اینجا کوچولو. خب ببینیم این دیگه اگه این عمل نکنه در تیک تاک رو باید ببندیم. خب وایسا این الان جذبش. حاجی این ولی باز داره خوب کار میکنه. قبول داری؟ خیلی یکم وایسا خب ببین اینو نمیشه بگی میشه یا نمیشه. میگی چی میگم؟ این هم میشه هم نمیشه. ولی خب سعی کنید تو طبیعت شوخی میکنید درای اینا رو بیرون نریزید دیگه. چه کاری حالا دستمال کاغذی به خودتون ببرید. خب همونجوری که داشتم بهتون میگفتم اگه توی طبیعت بودید باز دوباره و به یه مشکلی خوردید که میخواستید آتیش درست بکنید، فندک باهاتون نبود، کبریت باهاتون نبود، دیگه اینجور موقع باید باتری باهاتون باشه دیگه. خیلی طبیعیه. ما میخوایم با باتری و پوست آدامس موزی. خب این آدامسشه. خیلی خوشمزه است. مزه قدیما رو میده. خب ما این جلد شما میبینین اینو باید نازکش بکنیم یکم نازکتر. حالا الان اینجا آتیش بازی میشه. اینو یه سرشو وصل میکنیم به این سر باتری، یه سر دیگه شو به این سر. خب حاجی داره داغ میشه. به قرآن داشت داغ میشه. خب بذار با دستمال کاغذی بزنیم حاجی. بذار با یه دستمال کاغذی بزنیم بریم برای ببینم. خب این مثل اینکه جواب نمیده. حاجی واقعا داره داغ میشه. بگید نفس بگو. این واقعا داره داغ میشه. بچه‌ها این آیتم هم مثل اینکه فیک در اومد و کار نکرد. ولی عرق پیشونی منو بگیر. این نشون میده که چی؟ به تلاش نیست. بله ما هر چقدر تلاش کردیم به نتیجه نرسیدیم. رونالدو یه جورجینو انداخت بغلش یه شبه 30 میلیون ساب گرفت. من الان 2 ماه دارم 4 تا ویدیو میذارم شدم تازه 100 تا. این نشون میده چی؟ به تلاش نیست. به چیزای دیگه است. خانم جورجینا به خودت بگی. نمیترسم از آیندت، مسیر تو رو باید رفت. شما این نوشابه رو باز میکنی. خب میریزی تو چی؟ یکی از لیوانا. بیا شما یکی از لیوانا رو بگیر. یکیشو. حالا اگه شما اینجا یه دونه نی بندازی تو این دوتا لیوان این الان باید پخش بشه دیگه. این الان اینجا باید بیاد اینجا. ولی چرا نمیاد؟ چون که همونجا که گفتم یه خانم جورجینا نیست پیش ما. آزمایش قبلی با این نی چون نازک بود جواب نداد. ما رفتیم چون حس می‌کردم این جواب میده. رفتم یه نی بزرگتر گرفتم ببینم راسته یا واقعا دیگه جواب نمیده. حالا شما بیا نزدیک. ما یکم دیگه نوشابه می‌ریزیم. چرا؟ چون این زودتر لبریز بشه. خب زمزم ها تولید ملی. نکن این وریش کنیم میشه چیپس مزمز. اینو ما به این صورت میذاریم. این دیگه باید بریزه دیگه اگه راست باشه دیگه. خب یه ذره میکش بزنیم. بذار برعکس بذاره ها. این وری بهتره. نه بازم کار نکرد. پس فهمیدیم مشکل از نی نیست، مشکل از ذاته. حالا این نوشابه رو شما میبینی؟ ما ولش که نمی‌کنیم. یه لایفک میخوام بهتون یاد بدم از مال خودم. اینم مال تیک تاک و اینستا بود جواب نمیداد. بابا مثلا لایفک اینجاست. اینو تکون میدی؟ این الان باید فواره کنه درسته؟ ما چیکار میکنیم؟ میذاریم دیگه سطح صاف. سطح صاف بچه‌ها. اینو شما باید بازی کنی باش. خب چرا اسم میکنم قرار نیست جواب بده. خب این همچنان فکر کنم قراره به ترکه ولی ما شل باز میکنیم.
عشق کردی یعنی یک ذرم از گازمین بیرون نزد. این لایفک های تیک تاک و اینا رو بریزید بیرون. از این به بعد تو کامنت ها بگید آقا مرساد لایفک بذار برام. بازی هستش تو جمع انجام بدید. شما اینجا رو بگیر اینجوری میندازید که صاف وایسه بودید. خب همه تو انجام دادید. این یه ترفندی داره، یه لایفکی داره، یه راحت تری داره. یکم اول از آبش ما میخوریم. این بازیه رو شما دیدید که اینجوری میندازن و این باید وایسته. اینجوری وای نمیسته اصلا. من خوب مینداختم. یه ترفندی داره. نکن الان آب خالیه وای نمیسته. نکن شما این وای نمیسته. حالا رازش چیه؟ شما باید تو این نمک بریزید. نمک یوددار. زرنگ بازی ها مال بچه های رشت ها. اومدم از رشت اومدم. این صورت وارد آب میکنی. کارو داشتی؟ ذهن رو داشتی چجوری ریختم نمک تو این؟ خب درشو میبندی. این میشه چی؟ این میشه آب نمک. خوبه سرما میخورید قرقره کنید، باعث میشه زودتر خوب شید. اینو الان ما بندازیم با خیال راحت صاف وای میشه. میگی نه بیا جلو کارو بگیر. وقتی میگم لایفکایی که تیک تاک میگن درسته یعنی چی؟ یعنی همین دیگه. خب بچه‌ها اینجاش ادیت بود و ما اینو انقدر انداختیم تا بالاخره یکی شد، وگرنه این لایفک هم جواب نداد. کار بگیر. نه. خب بچه‌ها لایفک بعدیمون خفنه. چیه؟ همون سکه بود. شما بیا جلو بیا جلو. یکم این نمک، خب چکم نوشابه میریزی، یکم هم میزنی نمک و نوشابه. شما این سکه رو وقتی بندازی تو این تکون تکون بدی و این سکه رو در بیاری بذاری اینجا، همین مراحل رو باید تکرار کنی. دستتو میکنی تو کیسه نمک و میکنی توی سیب زمینی. حالا وقتی انگشتتو میگیری روی سکه، الان وقتی ما انگشتمون رو بگیریم روی این سکه شروع میکنه به چی؟ لرزیدن، به تکون خوردن. بیا جلو شما داشته باشه. این ویدیو فیک بود چون که هشتگ آره به ادیت. آقا ولی جدی دور از شوخی یه سری از اینا واقعا کار کرد. منتها یا من بد انجام دادم یا یه جاشو مثلا اشتباه زده بودم. مثلا اون بادکنکه خب حس میکنم یکم اگه آبشو بیشتر بریزیم خب این واقعا نمیترکه. این بادکنکه اگه یکم آبش بیشتر باشه فندک بگیری نمیترکه. ما اینجا با اینکه آبش کم بود فندک رو خیلی نگه داشتم دیگه واقعا ترکید دیگه، ولی جواب داد. تا ویدیو بعدی، لایفکای بعدی، لایک، ساب. صدا دوربین الان اوکی هم؟ دستام